سلام عرض میکنم. با کلاس حل تمرین درس یادگیری ماشین در خدمتتون هستم. توی این جلسه میخوایم به مباحث SVM و KNN بپردازیم. خب در رابطه با SVM ابتدا یه سری از مفاهیمش رو مرور کنیم. اولین چیز دات پروداکت هست یا ضرب نقطه‌ای. به این مفهوم که اگر ما یک بردار داشته باشیم و بخوایم تصویر این بردار رو در جهت یک بردار دیگه‌ای به دست بیاریم میتونیم از دات پروداکت استفاده کنیم. به عبارتی دات پروداکت A و U میشه تصویر بردار A در همین جهت U. حالا درباره SVM ما میدونیم که وقتی که میخوایم داده ها رو کلاس بندی کنیم و به عبارتی بین کلاس هامون مرز بکشیم میتونیم از SVM استفاده کنیم. SVM میگه که وقتی که شما میخواید این دوتا کلاس داده رو از هم جدا کنید میتونید خطهای مختلفی بکشید، اما بهینه ترین خطی هستش که تا جای ممکن از داده های این کلاس و این کلاس بیشترین فاصله رو داشته باشه و این یعنی میشه که وسط این فاصله بین این دو کلاس باشه. پس SVM ادعا میکنه که این خط از همه بهتره چون قابلیت تعمیم مدل در این حالت بیشتر میشه. یعنی شما اگر مرز تصمیمتون رو نزدیک کلاس منفی بذارید، در اون صورت وقتی که یک داده‌ای با لیبل منفی میبینید ممکنه به اشتباه مثبت طبقه بندیش کنید و برعکسش اگر هم به سمت مثبت ها بذارین وقتی یک داده‌ای با لیبل منفی میبینید ممکنه با لیبل مثبت میبینید به اشتباه ممکنه منفی تلقیش کنید. بنابراین بهینه ترین خط این خطی هستش که وسط این فاصله است، یا به عبارتی ما میخوایم فاصله این دو خط رو، یعنی این عرض رو میخوایم انگار زیادش کنیم، بیشینش کنیم که در اون صورت وسطش رو بگیریم مرز تصمیم. حالا فرض کنید که ما مدل SVM رو ساختیم و این خط تصمیم رو هم پیدا کردیم. در این صورت وقتی که یک نمونه جدیدی به ما میدن که کلاسش مشخص نیست و میگن بیا اینو طبقه بندیش کن، چطور میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ خب واضح ترین جواب اینه که اگر این سمت خط بود میگیم کلاسش منفی، اگر اون سمت خط بود میگیم کلاسش مثبته. اما همین که کدوم سمت خط هست رو چجوری میتونیم تعیین کنیم؟ مثلا فرض کنید یک در واقع داده‌ای به شما میدن. اجازه بدین من اینو فونتش رو بزرگ کنم که علامت سواله و مثلا من اینو اینجا میذارم. خب و مشخص نیست که کلاسش منفی یا کلاسش مثبت. ما میایم بردار این در واقع داده رو رسمش میکنیم به این صورت. خب حالا اگر من بدونم یک بردار W وجود داره که بر این مرز تصمیم من عموده و بیام دات پروداکت این بردار جدید نامشخص رو با این بردار W حساب کنم که میشه در واقع تصویر این بردار روی این بردار W، مثلا میشه اینجا. برای اینکه تصویرش رو پیدا کنیم در واقع شما فرض کنید یه همچین چیزی ما داریم که این بر این عمود میشه در واقع. درسته؟ پس ما یه بردار W داشتیم و آمدیم دات پروداکتش رو با بردار این نمونه جدیدی که مشخص نیست کلاسش حساب کردیم و شد این بردار سیاه رنگ. حالا میتونیم درباره این بردار سیاه رنگ ادعا کنیم که اگر طول این بردار از یه حدی بیشتر باشه، مثلا فرض کنید تا اینجاها بیاد، در صورت کلاسش مثبته و اگر از یه حدی کمتر باشه در صورت کلاسش منفیه. خب
پس برای تصمیم گیری میایم میگیم بردار W دات پروداکتش با اون نمونه، با اون بردار نمونه جدید اگر از یه حد مثلا C بزرگتر بود کلاس مثبت، اگر کوچکتر بود کلاس منفی هستش. خب پس گفتیم که بهترین کار اینه که ما تا جای ممکن این عرض و این فاصله این دوتا رو زیاد کنیم که در اون صورت مرز تصمیممون بشه وسط این فاصله. حالا ما باید سعی کنیم در قدم اول اصلا این فاصله رو حساب کنیم و بعد تلاش کنیم که بیشینش کنیم. درسته؟ خب الان سعی میکنیم که این فاصله رو حساب کنیم. فرض کنید که ما این نمونه های مثبت و منفیمون دقیقاً اینجاها قرار دارن، روی این خط ها قرار دارن و در نتیجه ساپورت وکتورهای ما هستن. خب و وقتی که ما بردار این نمونه ها رو میکشیم به این صورت هست: x منفی x مثبت، به این صورت نامگذاریشون کردیم. در این صورت تفاضل این دوتا بردار یعنی x مثبت منهای x منفی این بردار سیاه رنگ هستش. حالا ما میدونیم اگر تصویر این بردار سیاه رنگ رو روی این بردار سبز که یک برداری هست عمود بر همون خط تصمیم، مرز تصمیم، اگر تصویر این بردار تفاضل رو بر این بردار سبز رنگ به دست بیاریم، در واقع چی رو ما داریم؟ در واقع این فاصله بین این دوتا رو به دست میاریم. خب برای تصویر به دست آوردنم فقط کافیه این بردار رو در این یکی بردار ضرب نقطه‌ای کنیم. درسته؟ حالا این یکی بردار سبز رنگ چیه؟ اگر ما W رو همونطور که اینجا هم گفتم تعریف کنیم که عمود باشه بر این مرز تصمیم، این بردار سبز رنگ جهتش همون جهت W هستش، منتها اندازش به اندازه یکه. درسته؟ پس میتونم بگم این بردار سبز رنگ برابر هستش با W تقسیم بر اندازه W و بنابراین میرسم به این عبارت که عرض یا همون فاصله بین این دوتا برابر میشه با تفاضل دات پروداکتش در این مقدار. درسته؟ از طرفی ما یه همچین رابطه‌ای رو داشتیم که برای ساپورت وکتورها، برای نمونه هایی که روی این خط ها قرار دارن، یه همچین رابطه‌ای صدق میکنه که لیبلشون در دات پروداکتشون با W به علاوه B همواره مساوی یکه و میدونیم برای سایر نمونه ها این تساوی به صورت بزرگتر مساوی هستش. اینو توی اسلاید های استادم اینجا داشتیم که در واقع توضیح میده که چطور ما به این رسیدیم. پس برای همه نمونه ها این شرط برقراره، برای ساپورت وکتورها هم این شرط برقراره و در واقع مساوی یک هستند. درسته؟ خب ادامه میدیم. پس ما برای اینکه این فاصله رو حساب کنیم میایم x مثبت رو دات پروداکتش رو در W حساب میکنیم. درسته؟ x مثبت دات پروداکتش در W طبق همین رابطه اولا چون مثبت وای آیش یکه، پس اینکه یکه هیچی، از اون طرف هم x های دات W میشه یک منهای B. درسته؟ پس من میتونم تساوی رو بنویسم. از اون طرف منهای x منفی دات W مقدارش چی میشه؟ در اون صورت اگر x همون منفی باشه وای آیش منفی یکه، پس این منفی یک توی این B هم ضرب میشه منفی B که وقتی بره اون سمت میشه به علاوه B. پس به این صورت من میتونم بنویسم و در نتیجه توی این تساوی وقتی که این دوتا رو با هم جمع کنم میرسم به این که V میشه 2 به روی W چون این بیا با هم خط میکنم و در نتیجه ماکسیمایز کردن این ویدت
برابر هستش با مینیمایز کردن این اندازه W. درسته؟ بر همین اساس ابجکتیو فانکشنم رو به این صورت تعریف میکنم. میگم من میخوام مینیمایز کنم اندازه این W رو. برای راحتی توی محاسبات میان میگن که مینیمایز کردن یک چیزی با مینیمایز کردن 1/2 توان دوش به ما یه چیز رو میده. پس من میام 1/2 توان دوش رو مینیمایز کنم. چرا؟ چون بعدن که میخوام از این مشتق بگیرم این دوه با اون دوه اینجا خط میخوره و حالا راحت تر میشه محاسباتم. بنابراین میتونم تا اینجا به این صورت تابع لاسم رو تعریف کنم که بشه 1/2 اندازه W به توان 2. خب حالا در ادامه میگم اگر فقط و فقط این باشه لاس فانکشنم، اون وقت من تمایل دارم این عرض رو خیلی زیاد کنم. درسته؟ یعنی الگوریتم به مرور همش انگار میخواد اینا رو اصلا فاصله بده. خب تو حالت اینتنسش اصلا کلاس بندی صورت نمیگیره. فکر کنید من اینو همینجوری بکشم این طرف، اینم بکشم این طرف، اصلا ممکنه کلاس بندی درستی رخ نده. خب بلکه باید یک محدودیت دیگه هم وجود داشته باشه، همین که این کلاس بندیه درست باشه، یا به عبارتی همین که این وای آی در ضربش با این بزرگتر مساوی 1 باشه برای نمونه ها. اگه اینجا هم توی اسلاید ها ببینید این شرط رو ما داریم، این باید برقرار باشه و اگر این اتفاق نیفته به این معنیه که کلاس بند ما اشتباهی در واقع کلاسیفای کرده اون نمونه رو. پس باید یه جریمه ای صورت بگیره. در واقع اگر این تساوی برقرار نباشه یعنی ما یک خطایی داریم، یک اروری داریم که اندازه این ارور برابر هستش با 1 منهای همین وای آی در ضرب این. درسته؟ بنابراین ما یه همچین تابع لاسی رو داریم، یه همچین ابجکتیو فانکشنی رو داریم که میخوایم این رو مینیمایزش کنیم. خب ما میدونیم برای مینیمایز کردن یا اصلا کلا اکسترمون پیدا کردن اولین گام اینه که مشتق بگیریم. درسته؟ پس از این نسبت به W و B مشتق میگیریم. فقط قبلش من اینجا یه ضریب C دارم که میتونم این رو به این صورت بنویسم، یعنی بیام این دوتا ترم رو توی یک سیوم ضرب کنم، چون فرم استانداردش به این صورت هستش. ولی ما توی کد از یه ضریب دیگه به اسم لاندا استفاده کردیم، به خاطر همین الان میایم این کار رو انجام میدیم که این دوتا ترم رو توی یک سیوم ضرب میکنیم. خب این C که با اون یک سیوم ساده میشه، این ترم اول یه یک سیوم میاد کنارش که اگر جای یک سیوم لاندا بذاریم به این شکل نوشته میشه. حالا من میام مشتقش رو نسبت به W B می نویسم که دیگه این قسمتش کاری نداره و اینجا هم این ایف ها به این معنا هستش که ببینید اگر طبقه بندی اگر کلاس بندی درست باشه، یعنی اگر این ایف برقرار باشه، این در واقع این خطای 0 هست. درسته؟ پس اصلا نیازی نیست که این رو ما داشته باشیم. و اگر این کلاس بندی غلط باشه، یعنی این شرط برقرار بشه، اون وقت ما خطا داریم و ماکسیموم این دوتا میشه همین این بالاییه که در اون صورت عبارت ما میشه این ترم اول به علاوه این ترم 1 منهای وای آی در این که اگر مشتقش حساب کنیم میشه این. برای بی هم به طور مشابه این روند رو داریم و به دست میاد. از طرفی ما با کاهش گرادیان آشنا شدیم که وقتی میخوایم در واقع اون نقطه مینیموم رو پیدا کنیم به صورت تدریجی میتونیم چطور پارامترامون رو آپدیت کنیم. یه گفتیم در هر گام اون پارامتر رو منهای یه ضریبی از
در واقع مشتق اون تابع نسبت به اون پارامتر میکنیم که اسم این ضریبه هم گذاشتیم نرخ یادگیری یا لرنینگ ریت که اینم خونده بودیم. بر همین اساس من میام کلاس SVM رو تعریف میکنم. کلاس SVM یه تابع اینیشیالایز داره که توی این تابع ما پارامترامون هایپر پارامترامون رو میگیم. یه دونه لرنینگ ریت میخوایم برای همین قسمت گرادین دیسنت، یه دونه لاندا پارام میخوایم که همین لاندایی هست که ما اینجا هم داریم، همین لاندایی که اینجا توی تابع هزینه گفتیم همون 1/3 باشه، یا پارامتر یا هایپر پارامتر. و یک n ایترز داریم که تعداد ایتریشن های ما رو مشخص میکنن که در واقع تو چند ایتریشن ما میخوایم این پارامتر رو آپدیت کنیم که مقدار اولیه دیفالت به همشون میتونیم بدیم. خب اینجا میایم ست میکنیم. علاوه بر اینها یه WB هم داریم که اولش مقداری ندارن، مقدارشون رو نان میذاریم. دو تابع دیگه لازمه تعریف کنیم، یه تابع فیت و یه تابع پریدیکت. تابع فیت قراره یاد بگیره WB رو از روی داده های آموزشی. تابع پریدیکت قراره با اون WB که این یکی تابع یاد گرفته حالا بیاد نمونه جدید رو دسته‌بندی کنه. خب توی تابع فیت اول میایم تعداد سمپل ها و تعداد فیچر ها رو از روی x.shape به دست میاریم. بعد میگیم که لیبل های ما باید -1 و 1 باشن. پس هر جا که y کوچیکتر مساوی 0 بود -1 بذار، در غیر این صورت 1 بذار. همچنین WB رو هم یک مقدار دهی اولیه میکنیم. در ابتدا همشون رو 0 میذاریم. W یک برداره، بنابراین به این تیکش دقت کنیم. شاید اگر ما به جای 0 با یک سری عدد رندوم اینو مقدار دهی اولیه کنیم بهتر باشه و زودتر در واقع به اون نتیجه برسیم. حالا ما یه لوپ داریم که به تعداد ایتریشن هامون قراره در واقع تکرار بشه. توی این لوپ یعنی توی هر ایتریشن ما کل داده x رو باید ببینیم. پس یه لوپ هم روی داده x میزنیم. به ازای هر نمونه، به ازای هر سمپل، من ابتدای کار این کاندیشن رو چک میکنم. این کاندیشن چیه؟ y در np دات این دوتا به علاوه b بزرگتر مساوی 1. این همین کاندیشنیه که اینجا هم داشتیم. میخوام ببینم برقرار هست یا نه. چرا برام مهمه؟ چون اینجا وقتی که داشتیم گرادیان حساب میکردیم گفتیم که اگر این برقرار باشه اصلا این ترم 0 و اگر برقرار نباشه این ترم مثلا یه همچین چیزیه. خب پس اینجا میگیم اگر برقرار بود self dot w رو به این شکل آپدیتش کن. این هم طبق همین فرمول اینجا هستش. اگر برقرار باشه فقط به علاوه لاندا در w میشه. درسته؟ اینجا هم میبینید لاندا در w. learning rate هم که به خاطر همون کاهش گرادیان ما داریمش. وگرنه علاوه بر این ترم ما یه np دات x و y هم داریم که این همین اینه. درسته؟ خب پس اینا طبق همون فرمول ها نوشته شدن. در نهایت یک تابع پریدیکت هم داریم. تابع پریدیکت میگه که وقتی یک نمونه جدید میاد این باید به علاوه باشه. ببخشید من میام در واقع ضربش رو در W حساب میکنم، به علاوه B میکنم و ساین اینو در نظر میگیرم که این به عنوان کلاس خروجی داده میشه. خب در ادامه ما یک تابع اکیورسی تعریف کردیم که حالا نیازم نیست خودمون تعریف کنیم، میتونیم از حالت آمادهش استفاده کنیم که در ادامه کد نمونه اون هم هستش که میشه تعداد نمونه هایی که پیش بینیشون با درستش، تعداد نمونه هایی که
لیبل پیش بینی شده شون با لیبل واقعیشون برابر بوده تقسیم بر تعداد کل نمونه ها. درسته؟ این اکیورسی رو ریترن میکنه. من این تابع بعدی رو یکم بعدتر توضیح میدم که برای رسم نمودار و غیر است. الان بیایم یک دیتا ست بسازیم. با استفاده از این دیتا sets.makeblobs من اینو بالاتر ایمپورتش کردم. میتونیم دیتا ست بسازیم. مثلا اینجا بهش میگیم تعداد سمپلات 50 تا باشه، هر سمپل 2 تا فیچر داشته باشه، کلا هم 2 تا در واقع کلاس میخوام. کلاس رسیدیم میزان اون کامپکت بودن یا نبودن کلاس ها رو نشون میده که چقدر باشه. مثلا اینجا 1.5 هر چقدر بیشتر باشه کلاس هامون پراکندگیشون بیشتر میشه. رندوم استیت هم برای اینه که وقتی من بعدن دوباره اینو در واقع اجرا کردم همونا رو برای من بسازه، همون نمونه ها رو. خب دوباره میام و اینجا لیبلاشون رو به -1 و 1 تغییر میدم و بعد با استفاده از تابع ترین تست اسپلیت که یه تابع آماده هست من میام اینا رو به ترین و تست تقسیم میکنم با تست سایز 20%، یعنی 20% تست باشه. حالا از اون کلاسی که داشتم نمونه میگیرم و بهش این داده های آموزشی رو میدم و ازش میخوام این داده تست رو پریدیکت کنه و میریزم پریدیکتاشو توی این پریدیکشن متغیر پریدیکشن و این رو با اون وای تست که لیبل های واقعی هست میدم به تابع اکیورسی تا اکیورسیشو به من بده که اینجا 1. خب اما خوبه که ما بتونیم اینو ویژوالایزش کنیم، یعنی ببینیم چی شده، مرز تصمیم چیه، اینها که الان مثلا شما خروجی این رو میبینید. برای این کار من یک تابع ویژوالایز SVM رو کال کردم که ببینیم پیاده سازیش به چه صورت هست. اینجاست. ببینید اول یه فیگر ساختم و توش یه دونه سابپلات گذاشتم و بعدم گفتم که این داده ها رو به صورت همین این شکلی دایره‌ای بیا نشون بده. خب پس تا اینجا صرفا همین داده ها رو دارم انگار. حالا ببینیم در ادامه چی شده. در ادامه من اومدم کمترین و بیشترین مقدار داده ها رو توی ویژگی اولشون حساب کردم و بر این اساس که 2 تا مقدار به دست اومده با این 2 تا مقدار اومدم این خط مرز تصمیم رو سعی کردم بکشم. خب پس یه تابع get hyperplane value دارم که اینو روی این مقدارها صدا میزنم با همون WB که کلاس SVM به هم دادن وقتی که فیت شدن و اینا مقدار گرفتن. حالا با همون WB میام روی اینا صدا میزنم. این تابع میاد چیکار میکنه؟ ببینید وقتی که ما میخوایم در واقع اون معادل خط رو به دست بیاریم از این رابطه استفاده میکنیم. مثلا اینجا که 2 تا ویژگی دارن به این شکل هستش. خب پس الان اگر ما بخوایم x1 رو به دست بیاریم همه اینا یعنی b میره اون طرف، آفست میره اون طرف، w0 x0 هم میره اون طرف، همشون منفی میشن. بعد آخر سر تقسیم بر یه w1 که کنیم x1 اینجا میمونه اون طرف هم یه همچین چیزی میمونه، چیزی که اینجا هستش. پس معادله این خط به دست میاد. حالا اگر آفست شما 0 باشه دقیقاً مرز تصمیم به دست بیاد. اگر 1 و -1 باشه این خطهای دور و برش به دست میاد. درسته؟ پس اینجا ما اومدیم همین کار رو کردیم. یه دور با 0 چیز کردیم مرز تصمیم به دست بیاد، یه بارم با 1 و -1 در واقع کالش کردیم. در نهایت اومدیم اینها رو پلات کردیم، یعنی مثلا گفتیم مرز تصمیم رو با رنگ زرد به صورت دش نشون بده و اون 2 تا خط کنارش رو با رنگ سیاه نشون بده. خب این
قسمت هم برای این هستش که اون محور عمودیمون عدداش، رنج عدداش چی باشه که گفتیم به این صورت باشه، از در واقع x1 مین که همون کمترین ویژگی، کمترین مقدار در واقع x ها هست روی ویژگی دومشون، منهای 3 تا x که ماکس به علاوه 3 و بعد پلات داد شد. نتیجه این یه همچین چیزی شده که شما داده ها رو میبینید، مرز تصمیم رو میبینید و این دوتا خط کنارش رو میبینید. خب همونطور که میبینید اکیورسی هم یک هست، یعنی مثلا هیچ داده زردی این طرف طبقه بندی نشده. اما این SVMی که ما خودمون پیاده سازی کردیم و میتونستیم اصلا از کتابخونه‌اش استفاده کنیم. کتابخونه‌اش هستش در واقع و ما میتونیم استفاده کنیم. حالا میخوام اینجا نحوه این رو ببینیم. پس اول ایمپورتش میکنیم و بعد میایم اون دیتا ست رو با همون روشی که گفتم میسازیم. این بار مثلا تعداد سمپلامون رو زیاد کردیم. لیبل ها رو به منفی 1 و 1 مپ میکنیم و داده های چین تست رو جدا میکنیم. ببینید نحوه در واقع استفاده ازش اینجا هستش که میایم ازش نمونه میگیریم و فیت میکنیم و تابع پریدیکتش رو صدا میزنیم. دقیقا همون توابع رو داره و بعد میگیم که اکیورسیش رو پرینت کنه برای ما که باز 1 به دست اومده و وقتی هم که تابع ویژوالایز رو صدا میزنیم یه همچین چیزی به دست میاد. ببینید تعداد نمونه ها بیشتر شده. خب تا اینجا نمونه هایی که بررسی کردیم همشون 2 کلاسه بودن و همشون هم 2 تا فیچر داشتن. بریم تو حالتی که بیشتر از 2 تا کلاس داریم و بیشتر از 2 تا فیچر. برای این کار دیتا ست رو عوض میکنیم. ما توی در واقع دیتا ست های کتابخونه سایکید لرن یه دونه دیتا ست واین داریم، خب که اینو میایم لودش میکنیم به این صورت و بعد میگیم که بگو به ما این چی هست. وقتی که میگیم در واقع به ما بگه میبینیم یه دونه دیتا داره، یه دونه تارگت داره. خب یه بخش تارگت داره که مثلا میگه چه کلاسایی ما داریم. کلاس 0 داریم، کلاس 1 داریم، کلاس 2 داریم، یعنی اینم 3 کلاسه هستش. بعد اینجا مثلا تارگت نیم ها رو میبینیم که همین شکلی کلاس 0 و 1 و 2 گذاشته اسمشونو. دیگه مثلا فیچر نیم ها رو داریم که اینا اسم در واقع فیچر ها هستش. من برای اینکه حالا بهتر ببینیم اومدم به این داده هاشو گذاشتم توی دیتا فریم. ببینید اینجا گفتم کالماش هم همون فیچر نیماش باشن و تارگتش هم همون تارگت باشه و بعد گفتم که بیا چند تا سطر اولش رو نشون بده که اینجا میبینید اینجا باز به صورت جدولی هست و بهتر میشه دید که مثلا 4 تا سطر اولش به این صورت هست، یه همچین ویژگی هایی داره، میزان الکل و اسید و غیرش، این همه ویژگی داره. در نهایت هم یک ستون تارگت داره. اینجا الان مشخص. خب ما اومدیم در واقع x و yش رو جدا کنیم. واین دات دیتا یعنی همه این ستون ها منهای این ستون آخر و واین دات تارگت هم همین ستون آخر تارگت هست. ریختیمشون توی x و y و بعد این x و y رو اسپلیت کردیم به ترین و تست. خب SVC همونی که در واقع کتابخونه‌اش رو ایمپورت کرده بودیم، توی این مسئله باید بهش یه در واقع مقداری به این پارامترش بدیم. این قضیهش چیه؟ ببینید بچه‌ها، چون ما اینجا بیشتر از 2 تا کلاس داریم، یعنی 3 تا کلاس داریم، باید یه جوری SVM رو اعمال کنیم. برای این کار 2 حالت داریم. یا اینکه بیایم بین هر 2 تا کلاس SVM بزنیم و در نهایت اینا رو تجمیعشون کنیم، دیسیژن باوندریاشون، یا اینکه بیایم هر بار
یک کلاس رو با بقیه کلاس ها بگیریم. خب مثلا کلاس 1 رو با کلاس 2 3 فرض میکنیم کلاس 2 3 یک کلاسن و بینشون SVM میزنیم. دوباره مثلا کلاس 2 رو با کلاس 1 و 3 بینشون SVM میزنیم. حالت اولو اسمش وان وز وان هست، حالت دوم وان وز رست هست. پس اینجا اینو مشخص میکنیم که از چه روشی استفاده کنه. مثلا من اینجا گفتم وان وز وان. حالا فیت میکنیم روی داده آموزشی و پردیکت میکنیم. دیگه ادامهش مثل همون حالتیه که برای 2 کلاس داشتیم. و بعد میگیم اکیورسیشو پرینت کنه. ببینید اکیورسیش دیگه 1 نیست، مثلا شاید 76 حدوداً. همچنین من برای اکیورسی دیگه از اون تابعی که خودم تعریف کردم استفاده نکردم، از اکیورسی اسکور استفاده کردم که بالاتر ایمپورت کردم. توی کتابخونه گفتم آمادش هست. همچنین ما میتونیم مثلا ببینیم ساپورت وکتورامون چیان. این توی این کد میایم این کارو میکنیم. مثلا میگیم که اندیس این ساپورت وکتورا رو به ما بده. اینجا اندیساشون رو داده. یا گفتیم که اصلا بگو کلا چند تا ساپورت وکتور داریم برای هر کلاس. یعنی نگاه کنید اون آبجکتی که ساختیم از در واقع کلاس SVC یه همچین امکاناتی رو به ما میده که خیلی راحت مثلا میتونیم تعداد ساپورتاشو ببینیم یا میتونیم خود اندیس ساپورتاشو بگیریم. یه چیز دیگه ای که کلا توی این مسائل کلاس بندی میان ازش استفاده میکنن کانفیوژن ماتریکس هستش. خب کانفیوژن ماتریکس یه سری اطلاعات خیلی خوبی به ما میده، اینکه اصلا این کلاس بند ما چطوری اومده، این در واقع اروراش دقیقا کجا هاست. مثلا کلاس 1 رو به جای کلاس 2 چیز کرده، مثلا لیبل زده یا چی دقیقا چی کار کرده. با این کانفیوژن ماتریکس خیلی میشه این اطلاعات رو به دست آورد که اینم باز توی کتابخونه‌اش موجوده، ایمپورتش میکنید و بعد کافیه که بهش لیبل های واقعی و لیبل هایی که مدلتون پیش بینی کرده رو بهش بدین و بعد که میگید پرینتش کن یه همچین ماتریسی به شما میده. باز برای اینکه بهتر این ماتریس رو ببینید مثلا قشنگتر باشه و اینا، یه تابع دیگه داریم کانفیوژن ماتریکس دیسپلی که باز اینم یه تابع آماده است که من ایمپورتش کردم. بهش این کانفیوژن ماتریکسی که ساختین رو میدین و بعد لیبلاش هم مشخص میکنید و بعد میگید که اینو بیا نشونش بده. اینجا هم پارامتر کالر مپ هست که رنگاشو میتونید بگید چی باشه. خب الان خروجی ما این شده. یه مقدار اینو تفسیرش کنیم. ببینید اینا ترو لیبل ها هستن، اینا پریدیکتد لیبل ها هستن. خب یعنی مثلا اینجا که 19 شده، یعنی 19 تا از نمونه هایی که کلاسشون 0 بوده به درستی 0 پیش بینی شدن و دیگه هیچ خطایی نداشته. اما اینجا 19 تا از نمونه هایی که کلاسشون 1 بوده کلاس 1 پیش بینی شدن و 2 تاشون کلاس 2 پیش بینی شدن. یعنی اینجا این خطا رو داره. یا مثلا کلاس 2 میگه که 11 تا از نمونه‌هایی که کلاس 2 رو داشتن به اشتباه 1 پیش بینی شدن و 3 تاشون به درستی 2 پیش بینی شدن. پس میبینید که مثلا توی دسته‌بندی کلاس 2 خطا داشته مدل. یه سری معیارها هست مثلا ریکال و پرسیژن و افان اسکور که میان توی همین مسائل کلاس بندی اینا رو محاسبه میکنن که من اینجا فرمول هاشو گذاشتم و دیگه کد دستیشو ننوشتم که مثلا به ما میگن که این مدل ما تا الان یه اکیورسی حساب کردیم دیگه، میتونیم این معیارها هم حساب کنیم. مثلا ترو پازیتیو یعنی تعداد نمونه هایی که مدل به درستی پازیتیو در واقع در نظرشون گرفته اگر 2 کلاسه در نظر بگیرید. خب حالا برای اینکه
اینا هم داشته باشیم میتونیم باز از کتابخونه‌اش استفاده کنیم. کلاسیفیکیشن ریپورت رو اگر بهش لیبل‌های واقعی و پیش بینی شده رو بهش بدین و بگید که براتون پرینت کنه، بهتون میگه. ببینید پرسیژن رو میگه، ریکال رو میگه، افان اسکور رو میگه توی هر کلاس و در نهایت هم اوریج میگیره که حالا 2 تا روش مکرو و ویتد داره. خب بخش بعدی من اومدم در واقع سعی کردم این دیسیژن باوندری که داشتیم رو به صورت 3D پلاتش کنم، به صورت 3 بعدی. تا الان پلاتایی که داشتیم همشون 2 بعدی بودن. اگر ببینید همشون به این صورت بودن. اگر مثلا داده شما 3 تا فیچر داشته باشه دیگه تو 2 بعد نمیشه نشونش داد. میتونیم از پلات 3 بعدی استفاده کنیم. خب اینجا ببینیم اولا معادله این پلات ها به این صورته. ببینید تو حالت 2 بعدی فرقش اینه که ما این ترم رو نداشتیم. خب که باز اگر زد رو بخوایم جدا کنیم یه طرف بقیه رو ببریم اون طرف به همچین چیزی میرسیم. خب من اینجا اومدم یه دیتاست جدید استفاده کردم، دیتاست آیریس. این دیتاست رو من اول بگم که هر سمپلش بیشتر از 2 تا فیچر داره، ولی من توی این کد که اینجا نوشتم اولش گفتم که فقط 2 تا فیچرش رو به ما بده. خب و بعد اومدم این زد رو با همون فرمولی که بالا نوشتم حساب کردم. ببینید CLF شما یعنی مدل SVM تون یه همچین چیزایی رو داره، میتونه بهتون بده. اینترسپت داره که همون بیه، کوافیشنت داره که همون WS. اینا رو میتونید بگیرید ازش و باهاشون بذارید تو همین فرموله و زد رو حساب کنید و بگید که حالا اینو نمایشش بده که اینجا پلاتش کردم. ببینید تو حالتی که 2 تا فیچر استفاده کردم این شکلی شده، یعنی پلات مثلا هایپر پلین و این در واقع نقاطش این شکلی شده. حالا اگر بخوام 3 تا فیچرش رو استفاده کنم این دیگه کداش تکراری شده دیگه. همون دوباره لود کردم دیتا ستش رو، این بار گفتم همون 3 تا فیچر رو استفاده کنه و فیتش کردم روی داده آموزشی و پلاتش کردم. یه همچین چیزی شده. این الان 3 تا فیچرش نشون داده شده، فیچر 1، فیچر 2، فیچر 3 و میبینید که 3 تا هم هایپر پلین داریم. مثلا هایپر پلین اول اومده کلاس 0 و 1 رو از هم جدا کرده، این اومده کلاس 0 و 2 و این اومده کلاس 1 و 2 رو از هم جدا کرده. خب حالا به بحث کرنل ها میپردازیم. ببینید تا الان SVM رو روی داده هایی بررسی کردیم که واقعا به صورت خطی جداپذیر بودن، اما وقتی که داده هامون به صورت خطی جداپذیر نباشن، مثلا داده هامون یه همچین شکلی داشته باشن، دیگه ما نمیتونیم با یه خط این کلاس ها رو از هم جدا کنیم. مثلا اینجا باید یه حالت دایره مانند داشته باشه مرز تصمیممون. در اون صورت چطور میتونیم از SVM استفاده کنیم؟ ما از یک در واقع تکنیکی استفاده میکنیم بهش میگن کرنل تریک که چی کار میکنه؟ میاد میگه که اگر من این داده ها رو از فضایی که دارن به یک فضایی با ابعاد بالاتر ببرم، مثلا اینا 2 بعدی هن، ببرم به فضای 3 بعدی، خب اون وقت میتونم اینا رو از هم جدا کنم. مثلا الان اینجا ببینید این داده ها که تو فضای 2 بعدی این شکلی بودن، تو فضای 3 بعدی اینجوری شدن که بعد شما با یه صفحه خیلی راحت میتونید اینا رو از هم جدا کنید. پس کرنل تریک میگه که من داده ها رو ببرم به فضای بالاتر و بعد اینا رو جدا کنم به یه شکلی و بعد دوباره این رو ببرم به فضای پایین تر. یعنی الان مثلا این صفحه رو ببرمش دوباره به فضای پایین تر که اون وقت مرز تصمیمم این شکلی میشه. که حالا من فکر میکنم این کرنل رو شما نخوندید و منم خیلی تئوریش رو توضیح نمیدم، توی کد بیشتر توضیح میدم.
ببینید انواع کرنل ها رو ما داریم. کرنل های لینیر رو ما داریم، کرنل های RBF رو داریم که حالا من فقط فرمول لینیر رو نوشتم. میشه دات پروداکت اون در واقع داده هامون به علاوه یه مقدار کانستنتی. مثلا پولینومیالش این به یه توان انی هم میرسه. خب در ادامه یه کدی داریم که میخوایم تاثیر این کرنل ها رو ببینیم. پس نگاه کنیم، من دوباره دیتا ست ساختم، به ترین و تست تقسیمش کردم، کرنل ها رو مشخص کردم، از 4 تا کرنل استفاده میکنیم. روی این کرنل ها فور زدم هر بار. ببینید این SVC همونیه که از کتابخونه ایمپورتش کردیم، میتونیم بهش کرنل بدیم. هر بار با یکی از اون کرنل ها کالش کردم و مدل رو فیت کردم، پردیکت کردم و در نهایت پلاتش کردم که خروجی رو اگر ببینیم، مثلا برای یه همچین داده‌ای کرنل خطی این شکلی اینا رو از هم جدا میکنه. کرنل RBF به این صورت، میبینید دیگه به صورت خطی نیست مرز تصمیممون. یا مثلا کرنل پولینومیال به این صورت داره جدا میکنه و سیگموید هم که به نظر اصلا خوب عمل نکرده. اکیورسی هاشون هم پرینت کردم، مثلا لینیر 85 بوده، RBF 88 بوده، این یکی 82 بوده و سیگموید از همشون کمتر بوده. اینا همه رو میشه تحلیل کرد که مثلا چرا توی این داده ها این کرنل مثلا بهتر عمل کرده از باقیشون. خب این بحث SVM تا همینجا. حالا ما بریم سراغ KNN. KNN یا K nearest neighbor کانسپتش چیه؟ میگه که وقتی که یه نمونه میاد من چه لیبلی بهش بدم؟ بیام نمونه های اطرافش رو ببینم و در واقع اونی که اکثریت اطرافش لیبلشون هست همون لیبل رو به اینم بدم. خب خیلی سخت نیست. حالا اون اطراف بودنه یا اون نمونه های نزدیک بودنه، این نزدیکی رو چجوری تعیینش میکنیم؟ نیاز به یک معیار فاصله داریم. یه معیار فاصله که متداول هست فاصله اقلیدوسی هست که از این رابطه به دست میاد که در واقع مؤلفه هاشون رو از هم کم میکنیم، به توان 2 میرسونیم، با هم جمع میکنیم و به این شکل. طبق همین فرمول من یه تابع هم تعریف کردم که میاد همین کار رو میکنه، فاصله اقلیدوسی رو به ما میده. درسته؟ حالا میخوایم کلاس KNN رو تعریف کنیم. یه دونه هایپر پارامتر K داریم که تعداد همون نزدیکتریناست در واقع، که مثلا اینجا گفتیم 3، یعنی برای هر نمونه فقط 3 تای نزدیکش رو ببین که اینو ست میکنیم. یه تابع فیت داریم که صرفا میایم میگیم که x و y که بهت پاس داده میشه همون میشن x ترین و y ترین، کار خاصی نمی کنیم. اصل کار توی تابع پریدیکت هستش. توی تابع پریدیکت میام میگم که الان تو میخوای من این لیبل این x رو پریدیکت کنم برات، پس من میام اولا فاصله این x رو از تمام x ترین هایی که توی این متغیر ذخیره‌شون کردم حساب میکنم با این تابع که بالاتر تعریف کردم و این فاصله ها رو میرزم توی یه لیست. خب و میرزم اسم این لیستم میذارم دیستنسز. در مرحله بعدی میام از آرک سورت استفاده میکنم. آرک سورت چی کار میکنه؟ ببینید اگر ما دیستنس همون مثلا این شکلی باشه 10 و 4 و مثلا 12 و 2 و مثلا 11 و 1، خب وقتی که آرک سورت بزنیم یعنی انگار آرگوماناشونو به ما میده. ببینید الان مثلا کوچکترین اینها اینجا، خب
که اندیسش چنده؟ 0 1 2 3 4 5. پس اینجا میاد 5 رو به ما میده. بعد کوچیکترینشون 2 که اندیسش چنده؟ 0 1 2 3. اندیسش 3. بعدی مثلا 4 که اندیسش 1. بعدی 10 که اندیسش 0. بعدی 11 که اندیسش 4 و بعدی 12 که اندیسش 2. خب پس این خط از کد تا اینجاش به ما اینو میده. بعد اینجا آمدیم گفتیم که حالا این آرایت رو مثلا وقتی کا مثلا اگر 3 باشه فقط بیا این 3 تای اولش رو به من بده، اگر 4 باشه بیا 4 تای اولش رو به من بده. خب بعد اومدیم گفتیم که خب اینا در واقع نشون میدن که کدوم نمونه ها به این نمونه X نزدیکترن. حالا من میخوام بدونم این نمونه ها لیبلشون چی بوده. پس اینجا میام این کار رو میکنم، میگم برای هر آیی که توی این اندیسا هست تو برو لیبل اینو به من برگردون بریز تو این لیسته. خب پس مثلا میگه که لیبل این مثبت 1، لیبل این مثلا منفی 1، لیبل اون یکی مثبت 1، بعدی هم مثبت 1، اینم منفی 1. این شکلی. حالا فرض کن مثلا 5 تا اولشو گفتیم. بعد اینجا ما میایم میگیم که یعنی این خط از کد میاد چیکار میکنه؟ میاد تاپل برمیگردونه. مثلا میگه که از لیبل مثبت 1 من 1 2 3 تا دارم، از لیبل منفی 1 من چند تا دارم؟ 1 2 تا دارم. خب بنابراین وقتی که من میگم most common اولین عنصرش رو به من بده، میشه اون تاپلی که بیشترین تکرار رو داشته. بعد وقتی که میگم از این تاپلم 0 رو میشه به من بده، یعنی لیبل اون بیشترین تکرار رو به من بده. مثلا اینجا میشه مثبت 1. خب بعد به این ترتیب اینو من ریترن میکنم. یه تابع دیگه هم تعریف میکنیم که میگیم کلا این پریدیکشن ها رو برامون لیست کنه، بعد تبدیل به نامپای اری کنه و به ما برگردونه. خب من اینجا رو پاک کنم. به این صورت دوباره از دیتا ست آیریس استفاده کردیم، ایکس و وایش رو جدا کردیم، توی ترین و تست ریختیم. من اینجا دوباره به صورت دیتا فریم اینو نمایشش دادم. البته آیریس رو فکر میکنم نمایش نداده بودیم، دیتا ست وای رو اینجوری نشون داده بودیم. حالا به هر صورت که میبینید این ویژگی ها رو داره و در نهایت تارگتش. ببینید تارگت نیم ها رو که کال میکنم کلا 3 تا کلاس داره و چند تا فیچر داره؟ 4 تا فیچر داره. خب حالا برای KNN میایم اون KNNی که تعریف کرده بودیم و با K5 در واقع آبجکت میسازیم ازش، روی داده‌های آموزشی فیت میکنیم و پریدیکت میکنیم و اینجا هم اکیورسیشو به دست آوریم که شده 96%. در اینجا من اومدم پلات کردم، منتها سعی کردم مثلا داده های ترین و داده های تستم و این شکلی تفکیک کنم با اندازه این دایره ها، یا مثلا اونایی که میس کلاسیفای شدن و اینجوری روشون ضرب در کشیدم. ببینید همونطور که گفتیم این دیتا ست 4 تا فیچر داره. من برای پلات کردن نیاز دارم انگار پلات 4 بعدی داشته باشم، اما اینجا من اومدم 2 تا از فیچراشو صرفا در نظر گرفتم، فیچر 3 و 4، و به صورت 2 بعدی پلات کردم. خب همونطور که میبینید این نمونه به صورت نادرستی طبقه بندی کلاس بندی شده که شما اگر اینجا تعداد کل نمونه و تعداد نمونه‌هایی که درست پیش بینی شدن رو ببینید 29 سیوم، یعنی فقط یه نمونه است که همین نمونه‌ایه که اینجا هست. حتی میتونید
دقیقاً به دست بیارید که این یه دونه نمونه چه فیچرهایی داشته، چه تارگتی داشته، که این کد برای همین هست. یعنی میاد یه مسک درست میکنه از اونایی که میس کلاسیفای شدن و بعد میره توی ایکس تست و وای تست و پریدیکشنز ببینه اولا فیچراش کدوما بودن، بعد ببینه لیبل خودش چی بوده و بعد ببینه لیبلی که براش پیش بینی شده چی بوده. الان ببینید فیچراش این بودن که فیچر 3 و 4ش 4 و 7 و 1 و 14 همه. الان این 4 و 7 1 و 14 کاملا میخوره که این همین باشه. ترو لیبلش 1 بوده ولی طبقه بند ما 2 پیش بینی کرده. یعنی به جای اینکه سبز پیش بینی کنه گفته این آبیه. همین مثلا این 2 هست. خب حالا اگر بخوایم در واقع از لایبرری استفاده کنیم، ما الان از کلاسی خودمون تعریف کردیم استفاده کردیم. دوباره دیتا ست رو لود میکنیم. ببینید کلاس رو این شکلی میایم از کی نیبرز کلاسیفایر استفاده میکنیم که مال خود کتابخونه است. اینجا میتونیم تعداد نیبرهاش رو مشخص کنیم و accuracy اسکور اینجا دوباره از کتابخونه آماده استفاده کردیم. کلاسیفیکیشن ریپورت برای اینکه پرسیژن ریکال رو به ما بده. اکورسی شده 7. چرا الان انقدر کم شد اکورسی؟ دیتا ست که همونه. دلیلش اینه که من توی اینجا اومدم فقط از 2 تا از فیچراش استفاده کردم، با 2 تاشون ترین کردم و در حالتی که این 2 تا مثلا ایرلوونت باشن، غیر مربوط باشن به کلاس بندی، میتونن اکورسی رو بیارن پایین. خب خیلی فیچرهایی نباشن که تمایز ایجاد کنن. و در نهایت اومدم این رو پلاتش کردم، نتیجهشو این شکلی. حالا یه مدل دیگه ای از پلات کردم که قشنگ نواحی رو هم نشون میده که داده های ترین و تست رو، تست ها رو با ضرب در نشون دادم، داده های ترین رو با ترین. بخش بعدی راجع به تاثیر این کی هست، پارامتر کی. ببینید ما کی رو باید چند بذاریم. توی اسلاید استاد داشتیم که برای دیتا ست های کوچیک مقدار متداول کی 5 هست، برای دیتا ست های بزرگ 10 هست. اما اگر بخوایم بهترین مقدارش رو پیدا کنیم و تأثیرش رو روی صحت مدل ببینیم، روی اکورسیش ببینیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه تابعی تعریف میکنیم که مقدار کی رو میگیره و باهاش میاد کلاسیفایر میسازه، فیت میکنه، پردیکت میکنه و اکورسی رو به ما برمیگرده. یعنی این تابع ورودیش یه کی هست، خروجیش یه اکورسی هست. حالا میگیم به ازای کی های مختلف، مثلا از 1 تا 20 میایم این تابع رو کالش میکنیم. خب مثلا میگیم بیا برای کی مساوی 1 به ما اکورسی رو بده، کی مساوی 2 اکورسی رو بده و بعد این اکورسی ها رو میریزیم توی یک لیستی و این رو پلاتش میکنیم، نمودارش رو میکشیم و یه همچین نموداری به دست میاد. مثلا اگر که 1 باشه اکورسیمون کمتر از 67%. خب الان پیک این نمودار روی در واقع کی مساوی 8 خورده. یعنی مثلا توی این مسئله اگر کیمون رو مساوی 8 میذاشتیم بهترین اکورسی رو به دست می آوردیم که بالای 85% بودش. خب این مبحث هم اینجا به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید باشه. خسته نباشید.